چه شد در آخرین لحظات که شما و آقای مارشال دوستم ترجیح دادید که افغانستان رو ترک کنید؟ وزیر صاحب دفاع زنگ زد، گفت که برادر گپ ختم است، چی نکن، جنگ نکن. آقای ملا برادر با توجه به ارتباطی که در گذشته داشتید و مدت‌ها اسیر شما و زندانی شما بوده، از شما خواستن که برابر بال پاچه و مگس همیت نداره. عقل عمومی مطلق دروغ است. علامه طالبان به ما مشخص گفت که ما چند نفر بخشیده نمیتونیم. احمد مسعود در کدام قطار از او 3 دسته از جوانهایی که گفتید قرار میگیره؟ حال فکر میکنم که اگر شوخی نشه نوبت جواناست. جوانا را با 60 میلیون دلار چه کردید جناب استاد؟ پول کمی نیست. او را آوریم که خود ملا هیبت الله وطن فروشی، خواب فروشی مساوی با مادر فروشی. معامله با خواب وطن، معامله با مادر کردن. نخستین قسمت از کاکتوس پلاس با مختار لشکری این شنبه ساعت 6:30 عصر از تلویزیون آشنای صدای امریکا.